در شهر ابودابی امارات متحده عرب مسابقات بین المللی جودو گرند سلم 2019 ادامه دارد. امروز تاجیکستان را بهروز خوجازاده در وزن 73 کیلوگرم، اکمل مرادов حقنظر نظرов هر دو در وزن 81 کیلوگرم و از میان دختران شاهیده قلندر و در وزن 63 کیلو معرفی کردند. در دومین روز مسابقات جودوی گرند اسلام ابودابی ورزشکاران تاجیک در دور اولی رقابت‌ها به ناکامی دچار شدند. از جمله در وزن 73 کیلوگرم بهروز خوجازاده با سند آچیر ساگد بااتر از مغولستان نیرو سنجیده غالب در وقت اساسی معین نگردید. در گلدن اسکور باشد جودوکاری مغولستانی توانست از رقیب تاجیکش یک امتیازی وزری کسب کرده راه بهروز خوجازاده را برای کسب مقام افتخاری ببندد. یادآور میشیم ساگد بااتر سال جاری در چمپیونات آسیا و اقیانوسیا صاحب مدال طلا شده بود. در وزن 81 کیلوگرم نیز دو ورزشکار تاجیک در همان دور اول از رقیبان خود شکست خوردند. اکمل مرادov ورزشکار تاجیک در این دور با مقابل سرسیا مارسل از رومانیا که جایزه‌دار رقابت‌های اروپایی است نیرو سنجید. با اینکه مارسل در این نیرو سنجی دو تنبیه گرفته بود، اما توانست اکمل مرادov را با امتیاز ایپان در دقیقه دوم نیرو سنجی شکست دهد. همچنین در همین وزن حقنظر نظرов در دور اول رقابت‌ها با ماکدو ژوان از برزیلیا نیرو سنجید. این نیرو سنجی هم پیش از مهلت به انجام رسید، زیرا در آن ماکدو توانست پس از سپری شدن تقریباً 2.5 دقیقه حقنظر نظرов را با امتیاز ایپان مغلوب نماید. همین طور راه سه ورزشکار تاجیک برای کسب مدال در گرند اسلام ابودابی بسته شد. در همین روز مسابقات جودو در ابودابی همچنین تنها بانوی اشتراکی از تاجیکستان در وزن 63 کیلوگرم نتوانست به اولین حریفش غالب آید. شاهد قلندرova که در دور اول آزاد بود، در دور دوم با میلی دل تورو کالواخارا از کشور کوبا میدانداری کرد. پس از گذشت 2 دقیقه وقتی که هر دو ورزشگر هم یکتای تنبیه گرفته بودند، دل توروی کوبا توانست با امتیاز ایپان شاهد قلندرova را مغلوب نماید. ضمناً 4 نفر ورزشگران تاجیک همچنان در وزن‌های 90، 100 و به اضافه 100 کیلوگرم امکان کسب مدال در این رقابت‌ها را دارند.